دوستان سلام، حال دلتون خوب؟ امیدوارم هر کجا هستید سلامت باشید. با یکی دیگر از آموزش‌های طراحی پله در خدمتتون هستیم. امیدوارم هر کجا هستید سلامت باشید. بچه‌ها قول داده بودم بعد از آموزش‌های روی وایت بورد و به روش سنتی بیام سراغ اتوکد. با 10 روز حدوداً 2 هفته وقفه. علت داره، اونم این که بچه‌هایی که آموزش می‌بینن باید برن یه برنامه اتوکدی توی لپتاپ دانلود میکردن، بعد توی این برنامه یه مقدار کار میکردن، اتوکد رو تا یه مقدار یاد میگرفتن. بعضی از دوستان رفتن تو کلاس‌های آموزش اتوکد شرکت کردن و حالا نسبتاً یه چیزایی بلدن، میدونن نوار افزارها چیه و کل صفحه نمایش اتوکد براشون آشنا. من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، میخوام زود برم سر اصل مطلب و طراحی اتوکد رو خیلی روان به زبان ساده، نمیخوام از لغت‌های انگلیسی استفاده کنم زیاد که شما اذیت بشید در پیدا کردن نوار افزارها و کلمات توی برنامه اتوکد. خیلی ساده و به روش انگار یک استادی داره به شاگردش در کلاس درس یه چیزی رو یاد میده. من ارادت دارم خدمتتون، امیدوارم که این درس ها به دردتون بخوره و توی صنعت پله سازی موفق و مؤید باشید. من دوستتون دارم قلباً و واقعا از ته دل آرزوی خوشبختی براتون میکنم و واقعا از ته دلم آموزش میدم. من 10 ساله دارم آموزش میدم به امید خدا و امیدوارم که تونسته باشم انجام وظیفه کنم برای همه دوستان و بتونم که براتون طراحی‌های خوب، کلاس‌های خوب و آموزش‌های خوبی رو به ارمغان آورده باشم. من مخلصم. میرم سراغ اولین دوره آموزش اتوکد در دوره دوم از آموزش‌های اتوکد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ آموزش. دوستان ما وید داریم، به جایی که پله داخلش ترسیم میشه بهش میگم وید. این 4 متر در 2 متره، این 3.5 در 3.5، این 2.50 در 4 متر. این یک وید گرده به قطر 3.50. اینم همینجوری شانسی کشیدم 4.46 در حدود 3.49 و حدودا 3.50. خب میایم از این ور شروع میکنیم بچه ها. میریم سراغ اولین چیزی که نیاز داریم یک دایره است. از سیرکل برمیداریم و میایم این خط پایین رو پیدا روی اینجا کلیک میکنیم. بچه ها قطر اینجا 4 متر. اگه بخوام 4 متر طراحی کنم، خب مثل آموزش های گذشته باید بگم خدمتتون که نباید پله ما بچسبه به دیواره ها، به این دیواره، به این دیواره یا به این دیواره. باید حداقل 10 سانتی متر فضای استاندارد باقی بذاریم برای رنگامیزی، هندریل نرده ها، برای رنگ کاری، برای سفید کاری، برای گچ کاری باید کوچیک‌تر کار کنیم. تمام فضای پله باید همینجوری باشه. خب الان ما 4 متر اینجا جا داریم، باید قطرش رو 4 میکردیم، ولی به همون دلیل باید 3.80 کار کنیم، از هر طرف 10 سانتی متر پایین‌تر. پس چون دایره و مبنای شعاع ایجاد میشه، پس اینجا تایپ میکنیم 190 و اینتر. الان این شد 3.80. یعنی اگر بخواید نگاه کنید توی قطر رو نشون بدم با قطر. خب الان نگاه کنید این 3.80 هست بچه. خب الان ما دایره رو ترسیم کردیم. کارفرما به ما میگه که آقای ایکس، من کف پله هام باید طولشون حداقل 110 یا 120 باشه. میگیم باشه آقا، جا داریم، فضامون خوبه نسبتا. میایم سراغ این گزینه به نام آفست. ببینید اینجاست بچه، اینجا آفست رو میزنیم، روی دایره کلیک میکنید، 120 رو تایپ میکنید، اینتر. خب میایم باز روی دایره کلیک میکنیم. اگر بیرون بدید سمت بیرون 120 سانتی متر بزرگتر میشه، اگر بدید سمت داخل سمت داخل. پس ما میخوایم سمت داخل باشه. یک بار روی دایره کلیک کردیم، یک بار هم داخل، و این دایره 120 سانتی کوچکتر از 3.80 رو برای ما ترسیم کرد. اگه بخوام اینجا هم بزنم قطر این میشه
140. از 380 تبدیل شد به 140. خب الان ما اینجا اضافه داریم بچه‌ها. حالا اون بحث سرگیری و اینا نمیخوام این جلسه توضیح بدم. میخوام اضافه این دایره رو بردارم. PR تایپ میکنیم، 2 تا پشت سر هم اینتر میزنیم، میشه پاک کننده، قطع کننده، تریم. خب اینا رو که زدید بچه‌ها، اینا رو هم بذارید پاک کنم. خب یعنی میخوام خیلی راحت بهتون بگم که شما میتونید دقیقاً یک پله‌ای داخل این بوید طراحی کنید. تقسیم بندیشم خدمتتون عارض خواهم شد که چجوری تقسیم بندی کنید. ببینید بچه‌ها، ما ارتفاع همه اینا رو 3 و 20 در نظر بگیریم. نمیخوام انواع مختلف ارتفاع داشته، میخوام جلسه اول شما راحت تر بتونید تمرکز کنید. همه کف به کف ارتفاع طبقه ما 3 و 20 همش. خب ببینید، من اگر بخوام 120 رو توی ماشین حساب از اینجا میتونید انتخاب کنید. بیام این کارو بکنم 3 و 20. خب تقسیم بره الان ارتفاع هایی که معمولا توی خونه توی راه پله استفاده میکنن 18 سانته، بیام تقسیم بره 18 کنم، به من این رقم رو نشون میده. میگه این عدد شما میتونید پله روی این باید ترسیم کنید، روی این قوسی که هست. خب 17 و 7 که نمیشه، یا 18 باید بشه یا 17. پس ما میایم میگیم خیلی خب ما 18 عدد اینجا پله ترسیم میکنیم. اما چون تو بحثای قبلی هم عرض کردم یک پله مانده به آخر، همیشه پله باید تمام بشه ارتفاع طی کردهش، یک گام مانده به طبقه آخر، 18 تا داخل این میتونید پله جانمایی کنید و یک گام آخر، یعنی درست ما 18 تا پله اینجا جانمایی میکنیم ولی ارتفاع رو تقسیم بر 19 عدد میکنیم. بچه‌ها میایم ارتفاع رو تقسیم بر 19 میکنیم. ببینید 17 و یا 17 و 7 یا 18 سانتی متر. الان چون یه دونه اضافه تر ارتفاع گام رو حساب کردیم شد 16 و حدود 8. خب کیفیت پله بهتر شد، ارتفاعش بهتر شد. خب مثلا ما اینا رو بچه‌ها بنویسید لطفاً، توی تمرینم بنویسید یادتون باشه. خب الان ما میدونیم روی این دایره میبایست 18 عدد پله ترسیم کنیم. خب میایم این قسمت بچه‌ها، نوار ابزارهای دراپ تو این قسمت هستن. ببینید اینا، میاید اینجا بچه‌ها یه گزینه هست نوشته دیواید یعنی تقسیم بندی. خب توی تقسیم 2 تا تقسیم بندی هست بچه‌ها، روی یکیشون دیواید نوشته. خب یکی اینجاست دست راست، حالا نسبت به اون پنل اتوکد شما شاید مال شما پایین تر. حالا اینجا روی دیواید اگر کلیک کنید این میارید این رو روی این خط کلیک میکنید، ازتون میپرسه من این خط رو به چند عدد مساوی تقسیم کنم، یعنی چند تا میخوای این رو تقسیمش کنم کل این دایره رو. من میگم خب ما 18 عدد لازم داشتیم، 18 رو تایپ میکنیم بچه‌ها، اینتر رو میزنیم. الان دیده نمیشه تقسیم بندیش. خب میاید اینجا بچه‌ها تو این قسمت ببینید، این قسمت این پایین رو باز میکنید نوشته پوینت استایل. خب اینو میزنید بچه‌ها، پوینت استایل رو، من این گزینه رو دوست دارم، روی این گزینه کلیک میکنم و موقعی که اوکی بهش میدم این نقطه ها درشتر میشن و من راحت میتونم ببینم. ببینید من امروز نمیخوام چیز زیادی در مورد زاویه و شیب و اینا بهتون آموزش بدم، فقط میخوام پلان تقسیم بندی اولیه کار رو شما بدونید با فواصلی که اینجاها این قسمت و این قسمت بهتون گفت. خب بچه‌ها ما چند روش میتونیم اینو الان بیایم خطهاشو توسط ببینید پولار اری، پد اری مال حالت قوسی هست، تو 3 بعدی زیاد کار داره. رکتنگل اری که اینم برای مکعب سازیه، معمولا از پولار اری این قسمت استفاده میکنه. تقسیم بندی نگاه کن، عرض کردم این قسمت پولار اری هستش.
حالا اگر وقفه‌ای داخل فیلم میفته علتش رو تو آخر آموزش ها عرض خواهم کرد. پولار اری برای تقسیم بندی یک خطی که مثلا شما بتونید یک خطی رو به این صورت بیارید، با پولار اری تقسیم بندی کنید، تعدادش رو مشخص کنید و این رو بیاید به این صورت به تعدادی که دوست دارید. الان 6 تاست، من میخوام این رو الان ببینید بچه اینجا نوشته 360 درجه، این پایین میبینید اینجا فایل نوشته 360 درجه، یعنی یک گردی کامل. تعداد رو اینجا نوشته. الان میگه فاصله های نقطه به نقطه این درجه بندی فاصله بین اینها 60 درجه هستش دوستان، یعنی 360 درجه رو تقسیم بر تعداد 6 که کرده 60 درجه داده. خب اینجا تعداد آیتم هم 6 بود، من پاک کردم. ببین الان میخوام این رو 18ش کنم دوستان. خب 18 میخوام این رو الان ببینید درجه های اینها شده 20 درجه. من الان میخوام این پایین رو بیام اینجا تقسیم بندی شو تو 180 تایپ کنم. خب ببینید 180 به این صورت افتاد، دیدید؟ خب الان من معمولا با این روش کار نمی کنم دوست، میام به حالت سنتی خودم میخوام خیلی ساده برای شما این رو توضیح بدم. پس اینو میام پاکش میکنم، میخوام خیلی روونتر، خیلی ساده تر براتون اینها رو آموزش بدم. ببینید بچه ها، من اینو میام تقسیم بندیشو با همون خط لاین تو اول این قسمت میام لاین رو ور میدارم. ببینید 1 2 از اینجا تایپ میکنم 1 2، ببینید به این صورت. ببینید از نقطه هایی که من به وجود آوردم 18 عدد، از یکی کلیک میکنم، وسط کلیک میکنم، اینجا کلیک. خب من به روش خیلی ساده یادتون بدم بچه ها. ببینید و تمام. دیدید به این صورت. الان دوستان نگاه کنید کف پله های من در اومدن. خب من الان با اندازه گذاری اینا کار ندارم، فقط میخوام تقسیم بندی ها رو شما یاد بگیرید، پلان های اجرایی رو یاد بگیرید. تو جلسات بعدی تمام این ریز نکات رو بهتون آموزش خواهم. خب باز میایم بچه ها تریم رو تایپ میکنیم، TR 2 تا اینتر. داخل این قسمت رو هر خطی موس رو بکشید نگهدارید، همه این اضافات اینجا رو پاک میکنه. خب الان من اصلا با سایز وسط این استاندارد هست نیست اصلا به هیچ عنوان کار ندارم، فقط میخوام پلان های تقسیم بندی رو ببینید و راحت بتونید طراحی هاتون رو ادامه بدید. خب بچه ها الان میایم سراغ این یکی ویدمون. ببینید وقتی کلیک میکنید نقطه مرکز تمام وید های مربع شکل با یک ستاره مشخص. خب من دقیق روی این ستاره کلیک میکنم. ببینید باز 170 این عرض کارمون 350 در 350 هست. خب نمیخوام باز به دیواره ها بچسبه، باید 10 سانتی متر بچه ها روی این من بهش جا بدم. الان شعاع من 175 هست، من باید تایپ کنم 165 10 سانتی متر از تمام جهات این رو سمت داخل ویدم کار کنم. اینها باید فاصله حتما رعایت. خیلی تاکید میکنم، امیدوارم که یادتون بمونه این جریان این فاصله که تو برنامه‌های گذشته هم بهتون آموزش دادم. خب الان پله‌ای می‌خوایم ترسیم کنیم بچه‌ها 270 درجه باشه، یعنی ریم رو بزنیم اینو پاکش کنیم. پله ما می‌خوایم از اینجا شروع بشه بیاد بالا، یا این بالا رو پاگرد کنیم بچه‌ها، یا به صورت پله عرض به حضورتون صاف بریم بالا. حالا اونم باز توی طراحی ها بهتون آموزش خواهم داد. روی این بچه ها باز میایم سراغ گزینه آفست، روی این کار کلیک میکنیم. این دفعه چون یه ذره شعاع و قطر کار من کوچیک‌تره سعی میکنم 110 کف پله بهش بدم. 110 رو تایپ میکنم، اینتر. روی این کلیک میکنم، سمت داخل موس رو میدم و یک بار دیگه موس رو کلیک میکنم روی این کار. الان عرض و طول کار من 110 هست بچه ها.
اضافه این رو باز توسط تی ار همون تریم پاک میکنم. خب تی ار 2 تا اینتر و خیلی راحت اینا رو پاک میکنم. ببینید الان من میتونم بچه‌ها ببینید این پله رو ادامه بدم به این صورت، بیام اینجا اضافه 5 تا مثلا پله اینجا جانمایی کنم، پله من به چرخه بیاد اینجا، از اینجا با 5 تا پله خروج کنه سمت بیرون و میتونم این قسمت رو کاملا به شکل پاگرد، به شکل یک پاگرد مربعی شکل به این صورت، ببینید به این صورت تا طبقه بالا رو بپوشونم، پله از پایین بیاد روی این پاگرد، بعد خروج از محوطه وید. حالا اونا رو هم باز بهتون توضیح میدم، ولی اول باز توی این من باید تقسیم بندی ها رو نشونتون میرم. پس سراغ باز قسمت دراب رو باز میکنم، دیواید انتخابمه، میارم روی خط کلیک میکنم، اینجا میام به 16 تا کف پله میدم. خب باز با لاین دوستان من به این صورت تقسیم بندی ما انجام میدم. ببینید اگر پاگرد داشته باشیم بچه‌ها 18 تا پله نیاز داریم. اگر پاگرد نکنیم 5 تا پله صاف هم قرار باشه اینجا بدیم، اینجا رو میاریم مثلا حدود 14 عدد تقسیم میکنیم دیگه. 18 تا اگر بخوام پله اینجا بدم 18 تا، 5 تا هم اینجا بدم میشه 23، با گام آخر میشه 24. نیازی نیست و تعداد پلگام هم زیاد میشه، خسته کننده میشه. یا میتونم بیام مثلا اینجا بعداً وسط این ماجرا اگر بخوام 5 تا پله صاف تو این قسمت طراحی کنم، اینجا میام یه پاگرد برای استراحت میذارم، 3 تا پله رو حذف میکنم از وسط کار، میام مثلا یه حدود 9 تا پله میدم، 3 تا پله رو میام این قسمت حذفش میکنم، مابقیش رو با پله 5 تا مثلا پله صاف با 5 تا پله 4 تا پله اینوری ترکیب بشه بره بالا. یه استراحتگاه این وسط میدم. باز الان کاری نداریم، میریم سراغ وید دوم، وید سوم. خب الان اینجا به صورت طولی هست بچه‌ها، شما نمیتونید اینجا پله کامل گرد بزنید، نصف فضای اینجا به هدر میره. پس میایم چیکار میکنیم تو وید هایی که به این شکل قرار دارن، درازای کارن، یعنی نه به این صورتی که به سمت طولی هستن. توی این کار بچه‌ها میایم باز اول این کار یا این قسمت از کار و وسط کار میایم یک دایره ترسیم میکنیم بچه‌ها. الان 125 دوستان من شعاعی دارم، یعنی 2 متر و 50 که اینجا دارید میبینید به من اجازه 125 میده، ولی باز باید 10 سانت رعایت کنم، بنویسم 105 تایپ کنم بچه‌ها. خب اینجا رو توسط موو میکشم میارم این بالا. الان به من میگه از اینجا تا اینجا 95 سانته. خب 95 سانت شما میتونی بیا، باز باید از اینجا 10 سانتی متر فاصله رو داشته باشم، من 85 سانت باید برم رو به دیوار آخرم. خب بچه‌ها ببینید میام این دایره رو اینجا جانمایی میکنم. خب این یه مقداری بچه‌ها دیکتر شد، ببخشید بذارید از اول براتون. خب اینجا 125 من فضا داشتم، باید 115 تایپ میکردم دوستان، ببخشید. خب اینجا هم باز بخوام موو رو حرکت بدم بیاد تا اینجا 85 فاصله دارم، من باید الان 75 تایپ کنم. خب الان درست 10 سانتی متر 10 سانتی متر 10 سانتی متر فاصله بین سه نقاطی که نزدیک به دیواره یا بودها یا سقف من هست. خب الان بچه‌ها میتونم باز اینجا رو 270 درجه کنم که از اینجا به چرخه بیاد اینجا با پله‌های صاف بیاد بالا. میگم نه خب این فضای من باز پرت میشه، میام این رو ادامه میدم این خط رو. خب الان دوستان ببینید من اینو اومدم دقیقا نصفش کردم، 180 درجه شد، مجبورم بیام کف پله های اینا 90 سانت بدم بچه ها، نمیتونم بیشتر بدم.
اگر بخوام بیشتر بدم نقطه مرکز این گردش من خیلی تیز در میاد. پس میام با آفست این دفعه کلیک میکنم 90 سانتی متر به این صورت. ببینید یک دایره به این شکلی با قطر داخل 50 حداقل، حالا تا 40 هم میتونیم اجرا کنیم ولی خب یه ذره سخت‌تر. خب از اینجا بچه‌ها میام اضافه این رو به این صورت حذفش میکنم. خب یک پلن اینجوری دارم، الان مجبورم تا اینجا صاف بدم، تا اینجا صاف بدم و اینجا هم مجبورم یا این تا اینجا یا یک مانده به آخر بیام طراحی کنم. البته اگر به این درازا باشه باز طول کف پله های من زیاده، پس میتونم من بیام مثلا جانمایی کنم بگم آقا 150 اینجا رو میخوام بدم، 5 تا پله اول، خب بیام 5 تا اینجا بدم، 5 تا اینجا بدم، 8 تا اینجا بدم. خب میام اینجا رو باز توسط دیواید روی این 5 رو تایپ میکنم. پله های اینجا بزرگتر میشه بچه ها، ببینید خیلی بزرگ، کف پله های به شدت بزرگ. حالا میتونید اینجوری تقسیم کنید ولی یه ایراد بزرگی پیدا بکنه. ببینید وقتی فاصله این قسمت من زیاده، خب حدود 45-46 سانته، به خاطر اینکه بخواید اینجا کسی پاشو بذاره رو این، حتما باید 2 بار گام بذاره، یعنی 2 پا باید بیاد روی این، 2 پا رو بیاریم روی این و این باز خسته کننده میشه بچه. ولی از لحاظ کیفیت پله که بخواد کسی داخلش تردد کنه خیلی خوبه. و یک مسئله‌ای که بعداً خودتون متوجه خواهید شد، اگر من اینجا رو بخوام تقسیم بر 5 کنم، مثلا بیام 30 سانتی متر اینجا من بهش کف بدم، زاویه شکسته بودن این پله من خیلی مشهود میشه. یعنی وقتی تو حالت سه‌بعدی قراره اینا رو شما بعداً ببینید میفهمید که این زاویه مثلا فرض کنید با 35 درجه داره طی میکنه، این زاویه بالعکس باید سمت بالا بره، شکستش سمت پایین میشه چون میاد با 20 درجه حرکت میکنه رو به بالا و یک شکستگی زشتی رو ایجاد. من مجبورم اینا رو همه رو محاسبه کنم. خب میام چیکار میکنم؟ اینجا رو 8 تا بهش میدم بچه، 8 کف پله رو اینجا جانمایی میکنم. میام اینجا رو عوض 5، ببینید اینا رو پاک کنم، خب میام اینجا رو بچه ها اینم میکنم 6 حداقل. خب ببینید چاره ای نداریم تو این طراحی بچه ها. اگر پله مدرن بخوان، پله صاف بخوان، اون جریانش فرق میکنه. باز تو میایم اینجا یه پاگرد میدیم، یه پله 2 پله، باز یه پاگرد برمیگردیم، شیک‌تر هم دیده میشه. سعی کنید توی این مقاطع به این شکلی پله گرد اجرا نکنید، سعی کنید پله‌های مدرن صاف پاگرددار، مثلا اینجا 4-5 تا پله بخوره بیاد رو پاگرد اینجا، 2 تا پله بخوره بیاد رو پاگرد اینجا، مابقیشو بره سمت بالا. خب الان من 6 تا اینجا دارم، 8 تا اینجا دارم، چقدر شد؟ تو 14 پله. 4 تا هم مجبورم بیام اینجا طراحی کنم بچه ها. مثلا این 4 پله‌ای که اینجاست، ببینید تا اینجا، اینا رو جفت جفت طراحی کنم دقیقاً به این شکل، به این صورت، به این صورت. خب به این شکل. خب این وسطش رو حذف میکنم، اینجا رو حذف میکنم، اینجا رو حذف میکنم، اینجا رو حذف میکنم، این اضافه رو اینجا حذف. ببینید بچه ها اینا رو هم وقتی دارم این شکلی
طراحی میکنم، ببینید مجبورم به این شکل. ببینید فضا رو با ما مشورت نکردم. خب یعنی نیومدم مشاوره بگیرن از یه پله سازی. حالا فضا رو میخوان هم گرد باشه هم به این شکل باشه، ولی من به هیچ وجه توصیه نمی کنم دوستان که بخوام بیام توی طراحی به این شکل براشون پله اجرا کنم. ولی حالا میخوان مجبوریم به این سبک ما طراحی کنم. این پله بسیار زیباست، این پله بسیار زیباست، این پله مجبوریم، اصلا زیبایی خاصی این پله نخواهد داشت به هیچ وجه. خب از این بگذریم، بیایم سراغ وید دایره شکل. ببینید بچه ها این قطرش 3.50. خب ما به خاطر اینکه اینو اگر وید حساب کنیم این 3.50 رو، خب ما 10 سانتی متر باید بیایم سمت داخل. 3.30 باید این رو تایپ کنیم. نصف 3.30 میشه 165. ببینید این وید اصلی ماست، این خود پله ماست، شاسی پله ماست. این هم میخوایم بچه ها اینا رو دارم ببینید. حالا 1000 تا ما درجه گردش داریم. من میخوام این پله رم به این صورت طراحی کنم. خب یعنی اضافات این رو اینجا پاک کنم به این صورت. خب من میخوام الان پله من از اینجا شروع بشه بیاد تا اینجا. خب یا مثلا بیاد تا اینجا. نگاه کنید مثلا بیاد اضافه اینو پاک کنم اینجا راحت تر. خب الان باز یه آفست 110 سانتی از این لبه میگیریم میایم سمت داخل. 110 رو تایپ میکنیم، اینتر روی خط کلیک میکنیم، دوبار میاد سمت داخل. یک شعاع داخلی رو ما درست میکنیم با 110 سانت از محور بیرونی فاصله داره. کف پله هامون طولش 110 میشه. خب میایم اینجا بچه‌ها اینا رو هم پاک. الان پله من از اینجا باید گردش کنه به چرخ بیاد اینجا. حالا طبقه بالا ما میتونیم به این صورت انحنا بهش بدیم، یه پاگرد نیم قوس اینجوری در بیاد. خب یا مثلا میتونیم بیاریم قوسش رو کمتر کنیم یا بیشتر کنیم، منتها اونم اندازه های خودش رو نیاز داره. بچه‌ها نمیتونید دهانه ورودی پله رو از 120 سانت کمتر بگیرید، 110 سانت کمتر بگیرید. حداقل باید هم عرض کف پله هاتون باشه. 110 اگر فرض کنید طول پله هاتون هست، 110 هم ورودی پاگردتون رو باید بدید شما. خب یا میتونید بیاید اینجا بچه ها نگاه کنید، این هم بیارید 270 درجهش کنید. چه اشکالی داره بیاد 270 درجه. خب از اینجا پله شروع بشه بیاد اینجا، اینجا یه پاگرد مورب بهش بدید صاف. این خط رو بیاید پایین، اضافاتش رو پاک کنید. اگر میخواید خروجی پله شما از اینجا ورودی میاد روی پاگرد، از اینجا خروج میکنه سمت بیرون. بستگی داره ببینید سالن طبقه بالا چه شکلیه، کارفرما میخواد از کجا خروج پیدا کنه به سمت بالا. خب یکی میخواد اینجا بیاد، باید پله رو بیارید تا اینجا، مثلا وردارید پله گرد بشه تا 360 درجه، خروجیشو اینجا بدید. یا اون پایین شروع پلتون رو بیارید از اینجا مثلا شروع کنید. فرض کنید اینجا نیست، از اینجا اولین پله رو بیارید، خود پله به چرخه بیاد تا اینجا. خب خروجیتون از اینجا باشه که از اینجا بتونن تردد کنن به این سمت و به این سمت. خب حالا اونا باز توی طراحی های بعدی دونه بدونه انشالله اشاره می‌کنم. ما الان اینو داریم، اینم میایم بچه ها باز توسط همین نوار ابزار دیواید، ابزار دیواید رو انتخاب میکنیم، 18 رو تایپ میکنیم. ببینید فکر میکنم پله های این نوار ابزارهای منطقه‌ای که توی بخش دیواید قرار داره، دیواید رو برداشتیم اینجا کلیک کردیم، تقسیم بر 18ش کردیم. الان با همون لاین به این صورت ببینید تقسیم بندی رو انجام میدیم. خب
ببینید شما میتونید بچه ها با همون اره هم انجام بدید تا هیچ فرقی نداره با این. اون منتها من میخوام به روش خیلی ساده بهتون آموزش بدم، کاری با تخصص اتوکد ندارم. من فقط و فقط نیتم این است که شما بتونید پله رو دریابید کامل. خب این هم یک تقسیم بندی و میایم الان سراغ این دوستانم. ببینید الان فضایی که داریم نه مستطیل کامله نه گرده، نه میخوام پله گرد کار بشه. بچه یه بارم قراره بهتون تو جلسه بعد پله های صاف مدرن اینا رو بهتون توضیح بدم. میایم سراغ الان این. ببینیم یک دایره انتخاب میکنیم بچه ها، مرکز این خط رو پیدا میکنیم میکشیم. الان 2:22 نشون میده. من همینجوری این وید رو کشیدم ها بچه ها، اندازه ندارم. خب الان به من قطر دایره رو داره نزدیک به 4 متر و حدود 26 4 متر و 46 داره نشون میده همین قطر رو. منتها من باید 10 سانت بکشم این رو سمت داخل. الان 2 متر و 23 جای بنده هست، میزنم 102 متر و 13. خب باز اینجا بچه ها من باید اینو بکشم ببرم سمت پشت کار که خالی نمونه. این قسمت خالی نمونه. خب میبرمش تا اینجا، میبینم اینجا نوشته 136. من میام تا 125 تایپ کنم. خب الان بچه ها نگاه کنید، من میتونم ورودی پلم رو به این شکل بدم، یعنی از اینجا ورود کنه، از اینجا بیاد بالا، یه پاگرد کوچیک اینجا. میتونم ورودی رو همینجوری بهش بدم، خروجی اینجوری باشه، پاگرد باشه طبقه بالا. نگاه کنید میتونم ورودی رو اینجوری بدم بیاد اینجا رو پاگردش کنم و بتونم اینجا استراحتگاهی بذارم که هم سطح طبقه بالاست. و میتونم باز به این شکل ورود خروج. خب آخر سرم بیام الان بذارید با این یه دونه افست 120 بگیرم چون فضا دارم. خب 120 سانت میخوام کف پله هام باشه، اینجوری حسابش کنم. میتونم از اینجا پله ها رو صاف بدم، میتونم بیام تا این انتها یه نیم هلال اینجا بهش بدم، اینجوری. خب اینجا رو بکنمش پاگرد. حالا ببینید میتونم ضعیفترش کنم پاگرد رو، با قوس اینجا بخونه یا معکوس این رو این سمت طراحی کنم که همخوانی داشته باشه. من الان گفتم فقط تقسیم بندی رو میخوام این جلسه تموم کنم و فکر کنم تا 5 دقیقه دیگه این کل این آموزش تموم میشه. انشالله تو 2 روز آینده جلسه دوم از پله های صاف رو داخل همین وید های شبیه این هم طراحی. خب الان اینم بچه ها نگاه کنید، من اگر بخوام اینو تقسیم بر 18ش بکنم خیلی طول می‌کشه. اندازه های من بزرگتر. خب یعنی نگاه کن اینجا رو بخوام متر بزنم براتون 51 سانت بزرگه، خیلی خوبه ها. اون تا باز خسته کننده است بچه ها. مجبورم بیام بچه ها، طول رفتم زیاده. ببین اون کسی که قرار از رو پله رفت آمد کنه واقعا خسته میشه. همش بزرگه، کف پله‌مون سایزش درشته، اینم خوب نیست، واقعا خوب نیست بچه ها. خب میام پس اضافه این رو اینجا من پاک میکنم. خب پله رو سعی میکنم از اینجا بیام تا اینجا با یک پاگرد صاف یا منحنی اینجا تمومش کنم چون خیلی بزرگه. به این شکل 120 رو تایپ میکنم، تعداد رو میام اینجا توی دیواید 18 عدد رو تایپ میکنم، باز اینا رو وصلش میکنم به اینجا. الان بهتر شد نسبت به
اون پله‌هایی که 51 سانت بود، 2 گامه ما بهش میگیم، اذیت کننده است. توی ظاهر قشنگه ولی ما باید بچه‌ها رو، مسن‌ها رو حتما در نظر بگیرید، اذیت نشن. اینا دارن تو خونه زندگی میکنن، یک بار نمیخوان استفاده کنن. 20 سال میخوان روی این پله شاید تردد کنن، 30 سال میخوان روی این پله تردد کنن. آزاردهنده نباید باشه بچه‌ها. خب اینا رو هم پاک کردم، میام حالا اضافات اینو پاک میکنم بچه. خب میام بچه‌ها ببینید میتونم پاگرد بین بزرگی بهش بدم. ببینید پله از اینجا بیاد توی این قسمت، بعد خروج پیدا کنه بیاد سمت پذیرایی. فرض کنید اینجا خروجی پذیرایی یا اینجا. خب میام به این شکل. الان پله من از اینجا شروع شد اومد بالا، همه از اینجا خروج دارم، همه از اینجا خروج دارم، یعنی بهتر شد. نباید پله از حد استاندارد بزرگتر باشه. اگر بیشتر باشه به جای خوشایند بودن آزاردهنده است دوستان من. و امیدوارم که اینا یادتون بمونه. اینا رو بچه‌ها تمرین کنید خواهشاً و یه چیزای دستتون بیاد. جلسه بعد پله‌های صاف رو سعی میکنم تو به وایت‌های مستطیلی شکل، مربع شکل، طولی بهتون آموزش بدم. آروم آروم انشالله تو 10 جلسه، تو 8 جلسه میرین سمت نهایی شدن و آماده شدن برای اجرای واقعی پله‌گرد، نوردکاری، اجرای پله‌گرد، خطکشی. همه اینا رو بهتون تو جلسات بعد آموزش خواهم داد. من دوستتون دارم قلباً. لطفاً حمایتتون رو از من دریغ نفرمایید. بهترین های این کشور رو، این دنیا رو براتون آرزو دارم. خوشبختی نصیبتون بشه و حال دلتون